سلام آقا، یه چند وقتیه که شیخ اکبر کوسه یه جورایی گیج میزنه، یعنی همچی بفهمی نفهمی صدای کوسه ایش با ارعر ولایی قاطی شده و سیگنالای زوزه‌وار میده بیرون. خوب که ریز بشی میبینی کوسه دمشو از زیر آب بیرون برده و همچی خیلی با ملاطفت میماله به سر و ریش عظما. مثلا هفته پیش تو سالگرد جنگ طلبیشون یه افاضاتی کرد تو این مایه ها. ایران پیروز واقعی 8 سال دفاع مقدس بود که هم شرایط صدام و فرماندهان بعض و منافقین به عنوان ستون پنجم عراق و هم جایگاه مردم ایران رو در بین ملت عراق رو امروز میبینید. چرا سر تو از آخر خاطرات امام بیرون کشیدی کوسه؟ چی شد اون افاهای پرو جام زهرید؟ چی شد اون فیگورای ضد جنگت؟ تا دیروز به خالی کردن جام زهر تو حلقوم امام ورشکستت مینازیدی، حالا قمپوز پیروزی در میکنی. فتح مبین این است که آنجا که مسلمانان مشرکان رو گرفتار کردند و اینجا مردم ایران با مجموعه از برنامه‌ها بلای بر سر حزب بعث و ستون پنجم آنها آوردن که یا در چاه اسیر و تحقیرانه به دار مجازات آویخته شدند و یا در اردوگاه‌های اشرف و لیبرتی زندگی را گدایی میکنند. اوه چه غلط ها. ارمایی و اسب آبی دیده بودیم، اما سگ‌کوسه ندیده بودیم که دیدیم. میذاشتی هیئت گدایان سیلیو تو سری خوردت از نیویورک برگردن بعد از این پارسا میکردی. نکنه برا ویراژ دادن از خرابی وضع اونا مجبور به پارس خوابیده شدی؟ بالاخره معلوم میشه مگه موشکاف ول میکنه. رفقا اینو شنیدی؟ حالا توجه شما رو به بقبقای کوسه اونم بعد از یه هفته جلب میکنم. منافقین به غارت کلانتری ها و اسلحه ها پرداخته بودن و سرنخ آنها هم به سفارت آمریکا وصل میشد و حتی در دانشگاه ها نیز اتاق جنگ و اسلحه داشتند و در اون شرایط ما فقط کمیته انقلاب اسلامی رو داشتیم و سپاه نیز تازه تأسیس شده بود. منافقین همونهایی که ما آنها رو از زندان آزاد کردیم و شعار ضد امپریالیسم هم میدادن، اکنون با گدایی و خبرفروشی و خیانت به آغوش امریکا پناه بردن. ببین اگه میخوای حرف از آمریکا بزنی لااقل قبلش آب لب و لوچت رو جمع کن تا موس کردنت واسه شیطان بزرگ اینقدر تو ذوق نزنه. جای این خودشیرینی های ولایت پسند بگو ببینم چی شده این آخر عمری تریپ پاچگیری برات داشته؟ قضیه چیه کوسه؟ چرا اصل داستان رو نمی کنی؟ اکنون هم اگه میدان نبرد دیگری در عراق شکل بگیرد کار اساسی با ایران است. بنده نمیگویم که در عراق نیرو داریم، ما مشاوره میدهیم، هدایت میکنیم و کمک تسلیحاتی هم داریم. خود آمریکایی ها نیز اعتراف کردند که با کمک ایران سد موسل و شهر آمریلی آزاد شده است. آها، پس قضیه نبردیه که قرار است شکل بگیرد ها؟ بوی داغ کردن به دماغت خورده ها؟ پس علت این تغییر لحن و چرخش مداری عظما نشونت اینه ها؟ ترسیدی؟ اما نه، این هست اما همش نیست. یه دلیل دیگه هم داره که رو کردنش کار موشکافه. متهم میم ه این هفته برای 4مین جلسه به دادگاه رفت.
برای پاسخگویی به اتهامات اقتصادی و امنیتی. اما دم در دادگاه به تلافی یقه همه اهالی تلویزیون رو گرفت و خفتگیری کرد. شما تلویزیون های مش دروغگو هستید. آقای سخنگو، مردم منتظر عدالت قاطعانه هستند. منتظر. رفقا این میمه که تیوی ریش اینجوری خواهان پخ کردنشه همون مهدی هاشمی، یعنی توله دمکلفت اکبر کوسه است. بله، این رفسنجانی جانی وقتی دیده ولی فقیه پسر عزیز دردونشو داده دم برق، افتاده به حول و بلا و دنبال اینه که یه جوری تیغو از خرخره میم ه باب یه ه باب ف ه برداره. یعنی خلاصش مثل 50 سال گذشته با سیدعلی معامله کنه. اینم سندش. شما خوب باشید و خوبه چی نبودم من بزنم چطور باقی نبودم واقعا. آخه این چیزی نیست که ما عشقمون رو بیار بکنم. خودش الان که با خیال راحت میرم خیلی رفقا اگه بخواید اون ماچ اکبر کوسه از پیشونی رفیق زهر خوردشو موشکافی کنید چی میگی؟ راستی کوسه در گوش علی گدا چی گفت؟ بنده موشکاف صدای اصل فیلمو بلند کردم، خودتون بشنوید. سید علی جون اون کره کله پو یعنی مجتبی این مهدی ما رو بیخیال شو. آخه لاکردار این همه سال داریم با هم دیگه میکشیم، با هم میزنیم، با هم میخوریم، حالا چی شده تو این گیر دادی به این مهدی ما؟ ببین تو پرونده مهدی ما رو بیخیال شو. منم بهت قول میدم برگردم تو آغوش ولایت، مالیاتشو هم عجیب دشمنای نظام واسه نقل میکنم، جان خودم تو یه هفته 2 بار پاژی مجاهدین رو میگیرم. خوبه؟ بله اینجوری هست. اما کلاف سردرگم نظامت با این شیلنگ تخته ها وا نمیشه کوسه. فعلا همین 4 تا سیلی و 2 تا کف گرگی رو از موشکاف داشته باش تا اون مشت نهاییم برسه و تو و عشقت یعنی ولی فقیه و بدوزه به هم. موشکاف